جلسه قبل با میتر آشنا شدیم و یاد گرفتیم که چجوری صدای مستر رو تنظیم کنیم. اما این جلسه میخوایم بریم سراغ پنل میکسر، یعنی قلب تپنده صدا. این پنل بهمون اجازه میده روی تک تک ترک های صوتی کنترل کامل داشته باشیم. قراره یاد بگیریم چطور با استانداردهای جهانی صدای هر ترک رو جوری تنظیم کنیم که میکس نهاییمون بی نقص و کاملا حرفه‌ای باشه. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باش، چون قراره میکس صدات یه تکون اساسی بخوره. جلسه پیش با میتر آشنا شدیم، براتون توضیح دادم که چجوری عمل میکنه، استاندارد صداها رو براتون توضیح دادم. اما این جلسه میخوایم بریم سراغ میکسر. برای اینکه قاطیشو نکنیم یه خورده بیشتر توضیح میدم. کاری که میتر میاد برای ما انجام میده، میاد مجموع صداها رو در نظر میگیره. به عنوان مثال من اینجا 10 تا ترک صوتی دارم، مثلا موزیک هست، ساند افکت هست، موزیکای مختلف، صدای مختلف هست و میتر میاد اینجا مجموع اون 10 تا ترک صوتی رو به من نشون میده. اما کاری که میکسر میاد برای ما انجام میده، میاد واسه هر یه دونه ترک صوتی یک باکس میکسر در نظر میگیره و به صورت جداگونه حجم صداها رو به ما نشون میده. پس چی شد؟ میتر میاد به صورت کلی عمل میکنه و میکسر میاد جز به جز روی هر ترک صوتی کار میکنه. حالا پنجره میکسر کجاست؟ پنجره میکسر هم توی این قسمت قرار داره و به راحتی هم میتونید ازش استفاده کنید. شاید از خودتون بپرسید که اوکی، الان باکسی که اینجا داریم باکس میکسره و مربوط میشه به این ترک صوتی، اما این باکس چیه؟ ببینید بچه‌ها اشتباه نکنید. باکسی که اینجا داریم آره درسته مربوط میشه به میکسر و برای این ترک صوتی، اما باکسی که اینجا داریم که اسمش هم بیسوانه و رنگش هم آبی رنگه مربوط میشه به میتر، یعنی مجموع صداها رو اینجا به ما نشون میده. ما میتر رو توی چند تا قسمت داریم، یه قسمت که اینجاست، یه قسمت هم اینجاست، یه قسمت هم اینجاست که بهمون صداها رو نشون میده. پس اگه من بیام مثلا اینجا کلیک راست کنم و از قسمت ترک صوتی درست کنم، همونجوری که نگاه میکنی یه باکس اودیو تو برای من درست شد که مربوط میشه به ترک دومی، اما باکس بیسوان هم همون یه دونه است و سر جاشه. پس دلیلی نداره که واسه هر ترک صوتی یه باکس بیسوان داشته باشیم. باکس بیسوان همونجوری که توضیح دادم و چندین بارم تاکید میکنم مجموع صداها رو نشون میده و باکس های میکسر مربوط میشه به هر یک ترک صوتی که این قسمت برای خودمون با روش های مختلف ایجاد میکنه. مثلا اگه من بیام ساند افکتمو نگه دارم و درک کنم، یه ترک صوتی جدید برای من درست میشه و از این قسمت میکسرش برای من فعال میشه و از اینجا میتونم جز به جز روی این یک ترک صوتی کار کنم. من برای هر ترک صوتی میام یه اسمی رو انتخاب میکنم و به جای اینکه بگم مثلا اودیو 1، اودیو 2، اودیو 3، خب خیلی سخته دیگه، اصلا قرقاتی میشه. میام واسه هر ترک صوتی از این قسمت یه اسمی رو انتخاب کنم. مثلا من اینجا میخوام ساند افکتمو قرار بدم، پس میذارم SFX. توی ترک آخر من میخوام موزیکمو قرار بدم، اسمش رو میذارم میوزیک. میرم سراغ ترک اولیم، رینیمش میکنم، مثلا اسمش رو میذارم ساوند. خب ترک صوتیمون اینجوری خیلی قشنگتر شد، مرتب‌تر شد و بریم سراغ ادامه کار. ببینید بچه‌ها، وقتی که داری شما صداهاتون داخل تایملاینتون میچینید، موزیکتون رو ترجیحاً بذارید آخرین ردیف و ساند افکت یا باقی صداها رو بذارید توی ترک های بالا، یعنی موزیک توی ترک آخریتون باشه، به ترتیب ساند افکت رو بذارید و صدای گوینده یا موجیتون هم توی اولین ردیف باشه. این حالت استاندارد چینش صداها داخل تایملاینه. و حالا طبق چیزی که جلسه پیشم براتون توضیح دادم، طبق استاندارد صدای موزیکمو تنظیمش میکنم تا به صدای گویندم غالب نشه. راجع به استاندارد صدای گوینده و صدای موزیک جلسه پیش براتون کامل صحبت کردم، اون ویدیو رو هم حتما باید نگاه کنید. این جلسه دیگه زیاد وارد جزئیاتش نمیشم که تایم ویدیو بره بالا. خب بعدش میرم سراغ صدای گویندم. از قبل صدای گوینده رو میبینم که تنظیمش کردم و بعد میرم سراغ ساند افکت و به نسبت یه خورده ساند افکت هم کم میکنم. حالا الان من پلی میزنم، بعد میرم سراغ لاین بیس وان و از این قسمت مجموعه صداها رو نگاه میکنم و میبینم آیا صداهام دیستورت شده یا نه. الان درسته که من اومدم طبق استاندارد صدای گوینده و موزیک و ساند افکتمو تنظیم کردم، ولی این دلیل نمیشه که باز صدای من دیستورت نشه. ببینید بچه‌ها، ما باید مجموع صداها رو در نظر بگیریم. یعنی این دلیل نمیشه که من صدای گوینده رو خب طبق استاندارد تنظیم کردم، همه چی رو تنظیم کردم، بگم دیگه اوکی همه چی تموم. نه، اینجا یه کار خیلی خیلی مهمی که باید انجام بدیم، باید مجموع صداها رو توی پنجره میتر در نظر بگیریم، یعنی یه چشممون هم اینجا باشه و اگه صدامون دیستورت شد مجدد بریم سراغ صدای گوینده، موزیک یا ساند افکتمون و دوباره بیایم تنظیمشون کنیم. پس پلی میزنم، حتما یه چشمتون هم به پنجره میتر باشه.
خب وقتی که من کلیپمو پلی کردم صدای من نه دیستورت شد و نه پیک شد و این صدای کاملا مناسبه برای استفاده کردن توی مثلا پادکست، ریلز اینستاگرام. مخاطب به هیچ عنوان اذیت نمیکنه. حالا شما زمانی که دارید یک ادیتی رو انجام میدید میاد بر اساس اون ژانر کلیپتون، ژانر فیلمتون ادیت میکنید دیگه، درسته؟ امکان داره مثلا کارگردان به شما بهتون بگه که اینجا صدای موزیک بره بالاتر از صدای گوینده، یه خورده بیا پایینتر از صدای گوینده، یا از یک ساند افکتی استفاده کنید. خب شما بر اساس چیزی که کارگردان گفته میاد ادیتتون رو انجام میدید یا چیزی که خودتون تجربه دارید. مثلا من اومدم اینجا ساند افکت آتیش رو استفاده کردم. شما فکر کنید که اینجا ما یک شومینه چیزی داریم. برای اینکه یه کاری کنم این شومینه بیشتر به چشم مخاطب بیاد و مخاطب جذبش بشه، میام ساند افکت آتیش استفاده میکنم. حالا ولومو زیاد میکنم تا با همدیگه بشنویم ببینیم صدامون تو چه وضعیتیه. چه نداره شب بخیر بخوابه خیلی چس که یکی باشه که بهت بگه شب بخیر خوب بخوابی. میبینید بچه‌ها چه جوری میشه با صداها بازی کرد. من اومدم با صدا یه کاری کردم که اگه یک شومینه توی لوکیشن هم باشه مخاطب جذب اون شومینه هم بشه. پس شما با صدای محیط اطرافتون باید بیا ساند افکت مناسبم استفاده کنید و مخاطب رو جذب اون کارتون کنید. خب به همین راحتی صدامون تنظیم شد. شما از این قسمت هم میتونید ولوم صداتون رو کم و زیاد کنید، یعنی گین صدای ترک‌های صوتیتون رو افزایش بدید، کاهش بدید به همین راحتی. الان من صدای SFX رو زیاد کردم، به همون ساند افکت زیاد کردم. یه بار بریم با هم دیگه گوش بدیم. و تو به یکی بگی شب بخیر خوب بخواب. خیلی ساده است. حالا بریم سراغ باکسای میکسرمون. البته قبلش من بیام رنگ ترک‌های صوتی رو عوض کنم تا یه خورده راحت‌تر هستم دیگه تشخیصشون بدیم و اذیت نشیم موقع ویدیو دیدن. حالا بیایید بریم سراغ باکسای میکسر که توی این قسمت قرار داره. ببینید بچه‌ها شما زمانی که میاد از میکسرها استفاده میکنید، میکسر میاد اون ترک صوتی رو به صورت کامل تا انتها برای شما تنظیماتش رو تغییر میده. منظور من کلیپ صوتی نیستش، نه. ببین الان مثلا من کلید آلت رو نگه میدارم، از صدای گوینده یه دونه دوپلیکیت میگیرم و بعد روی این کلیپ صدا یه کلیک میکنم و از اینجا هم ولومش رو تا انتها کم میکنم. خب این قسمت رو خیلی خوب توجه کنید ببینید چه اتفاقی میفته. من این قسمت رو این دو تا ترک صوتی یعنی در اصل انتخاب میکنم، کلیپ میانبر دی رو میزنم که غیر فعال بشه. راستی دوستان حتما توجه کنید شما زمانی که میخواید صداتون رو تنظیم کنید باید مابقی ترک های صوتی رو غیر فعال کنید و این مورد هم جلسه پیش براتون توضیح داده بودم. حالا شما فکر کنید که داخل تایملاینتون 20 تا ترک صوتی دارید. خب خیلی سخته که بیاید به صورت دستی دونه دونه اینا رو میوت کنید، کلی وقتتون هم میگیره و احتمال داره که اشتباه هم بکنید. من بهتون پیشنهاد میدم که شما از گزینه سولو استفاده کنید و همونجوری که جلسات ابتدایی هم براتون توضیح دادم، سولو میاد فقط همون ترک صوتی رو براتون پخش میکنه. من چون فعلا ترک های صوتیم کمه از همین روشی که الان بهتون یاد دادم استفاده میکنم، ولی اگه ترک های صوتی شما زیاده بهتون پیشنهاد میدم که همچین کاری کنید و بعدش هم یه پلی میزنم تا با هم دیگه صداها رو گوش کنید. من دارم میگم اگر همچون آدمایی تو زندگیمون هستن یا دارن خب خیلی چس که یکی باشه. میبینید بچه‌ها اینجا صدا خیلی کم بود، میگم اگر همچون اینجا صدام به همون حد متوسط خودش بود. که یکی باشه که بهت بگه. حالا اگه بیام سراغ باکس میکسر نارنجیم یعنی همون باکس ساندم، از این قسمت این صدا رو تا انتها کمش کنم، همونجوری که نگاه میکنه کلا صدای ترک صوتی من کم شد. حالا اگه آروم آروم زیادش کنم ببینیم چه اتفاقی میفته. من دارم میگم اگر همچون آدمایی تو زندگیمون هستن یا دارن که میتونن بگن شب بخیر خوب بخوابی به همین راحتی من تونستم با باکس میکسر کل تنظیمات این ترک صوتی رو تنظیمش کنم. حتی اگه من موزیک وارد کنم، ساند افکت وارد کنم، هیچ فرقی نمیکنه. از این قسمت شما دسترسی دارید به کل تنظیمات ترک های صوتی. حالا اگه خواستید اون حجم صدا رو برگرده به همون حالت اولیش، کافیه روی این قسمت یه دبل کلیک کنید تا برگرده به همون حالت پیش‌فرضش. پس ما تا اینجا یاد گرفتیم که پنجره میکسر میاد روی کل ترک های صوتی ما اثر میذاره. زمانی که بخوایم صداهامون رو به صورت یک پارچه تنظیم کنیم میریم سراغ باکس میکسر و اگه بخوام جدا جدا صداها رو تنظیم کنیم کافیه روی هر کلیپ صوتی یک کلیک کنیم و از پنجره اینسپکتر و ولوم به راحتی میتونیم صداها رو تنظیم کنیم. خب من همیشه رو برگردونم به همون حالت اولش و بریم سراغ کلیپ اصلیمون. یه سری افکت هم میخوام بهتون یاد بدم که چجوری ازشون استفاده کنیم. ببینه بچه‌ها شما زمانی که میخواید توی پنجره میکسر از یک افکتی استفاده کنید کافیه از قسمت افکتس روی علامت پلاس یا به علاوه یک کلیک کنید و از این قسمت هم برید سراغ افکت مورد نظرتون. مثلا من اکو رو انتخاب میکنم. شما زمانی که هر افکتی رو انتخاب میکنید پنجره پیش‌فرض خودش هم برای شما باز میشه.
این پنجره رو درک میکنم یه گوشه که زیاد دست و پا گیر نشه. از این قسمت هم یه خورده اکومو کم میکنم که حس میکنم خیلی بیش از حده. حالا یه پلی میزنم. یه جمله هستش خیلی جذاب تو این همین فضای اینستاگرام میگه هیچ کس نداره شب بخیر خوبه. خیلی جذاب که یکی باشه که بهت بگه شب بخیر خوب بخواب. یکی بهت بگه شب بخیر خوب بخواب. خب حالا اگه من موزیکمو نگه دارم و درک کنم توی این قسمت چی میشه؟ آیا موزیک منم اکو میشه یا نه؟ بریم با هم دیگه ببینیم چی میشه. میبینید بچه‌ها علاوه بر تنظیم کردن حجم صدا، افکت هم روی ترک های صوتی هم اثر میذاره. حالا من نمیخوام این ویدیو رو زیادی طولانیش کنم، این قسمت ها رو هم توی زمان مناسب توی ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. شما در همین حد بدونید که پنجره میکسر میاد به صورت جزء به جزء عمل میکنه، روی هر ترک صوتی اثر میذاره و پنجره میتر هم میاد مجموع صداها رو در نظر میگیره و شما از اون قسمت میتونید تشخیص بدید که آیا طبق استانداردی که رعایت کردید صداتون دیستورت هست یا نه.